سلام، من سیمونم و اینجا چنل بیکت فانتزیه. امروز یه مهمون خیلی 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 ویژه داریم. سلام من بسامم و امروز میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ببینیم اگر ذرت مکزیکی واقعا مال مکزیک بود چجوری میشد؟ ذرت مکزیکی واقعا مثل مکزیک نیست. مال مکزیک من شنیدم در واقع مال مکزیک نیست. نمیدونم مال کجاست ولی میخوایم ذرت مکزیکی که واقعا اگر تو اگه مال مکزیک نباشه پس چرا اسمش ذرت مکزیکی؟ چه میدونم. میخوایم امروز یه مدل ذرت مکزیکی درست بکنیم به سبک برسام. حالا اگه ببینیم چجوریه. خب ما برگشتیم با مواد اولیه‌مون. ذرت داریم که ما چون اینا رو جوشوندیم این کاغذ دورش رفت ولی برند بدره. حالا اگه دوست داشتیم بدونین. قارچ، سوسیس، چوریزو میتونی بریزین، میتونی کالباس بریزین. دیگه چی میشه ریخت به جز اینا؟ دیگه همین دیگه ژامبون هم میشه. ژامبون، اینا، پنیر پیتزا، پنیر پارمزان، سس مایونز. چی یادم؟ آها، سس تندم میتونید بریزید. من نمیذارم که برسام سس تند بریزه توی این غذا. میتونید برای خود سس تند بریزید. من نمیذارم. سس تند رفت پیدا کرد. خب ما بریم قارچ رو تفت میدیم. براتون فیلم کلوزآف میگیرم که ببینید چیکار میکنیم. برمیگردیم. ASMR. خب ما برگشتیم. نه من برنگشتم. تو برنگشتی؟ تو نه. پس برو تو. خداحافظ. بیا اینجا. همه چی رو سرخ کردیم همونجوری که دیدید. حالا من واسه ادویه نمک و فلفل بهش زدم. آویشنم میزنیم که خوش عطرتر و خوش طعم‌تر بشه. It's me ماریو. آویشنه؟ میدونم من ایتالیا سال خوب. آویشنم میزنیم هر چقدر که دوست دارید. خب خیلی با آویشن میاد، خیلی شدیدن. خوبه دیگه. شدیدن با آویشن میاد. من اینو با همین ظرفش آوردم که همچنان تو داغه چیزام بزنیم. پنیر بیاریم. پنیر رو باز کن بریز توش. چقدر نریزش. نابودش میکنم. خب نه این اتفاق نمیفته. وایس خونسا سازی بمب. نه پنیرش باید زیاد باشه. نابود میشیم اینجوری. عزیزم ذرت مکزیکی به پنیرشه. ولی در این حد احساس میکنم قراره چربی خون بگیریم دیگه. ذرت مکزیکی همینه. دوستان اینو درست کنید چربی خون نگیریم. چنل منو هیچ آدم ورزشکار و هیچ آدمی که رژیمه نباید ببینه. نه مطمئن اینجوری باید کش بیاد. نه. خب اضافه سازیه. بذار من قاشق بیارم. خب حالا میریم برای سسش. سسو بزن. سس مایونز اول. مایونز. تازه باز به نظر من همچنان پنیر کمه. دیگه سیمین نخورو. نه تو رو خدا. سیمین خیلی بابا زیاده. بیا ترول سسش هم فیس. بزن.
بزن. مقداری سس. سس هم حتما میخوای کم بزنی. باش. با برسام غذا درست نکنید. خب وایسا هم بزنم. بزن دیگه، حالا اونم بزن. خب سسون من بزن دیگه. من سسون خب دوست ندارم. خب یه ذره جدا بزن. یه ذره تو این میزنم واسه نه تو واسه خودت جدا بزن. خب من سس تون تو دستور اصلیش ببین به این میگن ذرت مکزیک. توردیلا رو الان بریزیم یا بذاریم آخر کار؟ دیگه الان آخر کاره دیگه. میخوای توردیلا هم بریز. توردیلا هم برای که مکزیکی تر بشه توردیلا هم بهش اضافه میکنیم. خب البته این تورتیلا باید پودر بشه. کلشو بریزیم دیگه. آره دیگه اول قبل از که بازش کنه باید پودرش میکردی. دیگه نکردم. قیمتر استمار نکن. کر شدن گوش روشنه این؟ آره. خب اونم بذار اضافه کنم. احساس میکنم خیلیه دیگه. این همه چیش خیلی شد. خب بذارم 2 تا کاسه بیارم. من خودم هم اینو هم بزنم یه ذره. بیا تستش بکنیم ببینیم چطوری شد. هیچ ایده ای ندارم. بزنیم. راست میگی. اصلا چرا آوردیم؟ خب اگه نمیخوایم بزنیم. نه دیگه بزنیم دیگه. بزنیم. پرپارمزان تو همه چی خوشمزه میشه. قبول دارم. البته مزه خاصی نمیده ولی بس. خب آماده است. مزم یه ذره من تو تورتیلا تموم شد. اون یکی رو خوردی؟ نه اون یکی نه. فکر نمی کنم. خب این چجوری باید بریزیم تو؟ ما از پشت صحنه وارد میشیم. اینا رو از اینجوری. بیا این واسه تو. من خودم سس تندم شخصا اضافه میکنم. سس تند شخصا اضافه کن. خب اصلش به سس تندشه دیگه. سیمین نریخت. چه پنیری. آماده شو. و این ایزاره مقداری هم زدن میتونه درباره این شد پنیر. نخورده بودم. این شد پنیری که توش ذرت مکزیکی عالمه پنیر داره دیگه. ذرت مکزیکی خوردی. خیلی بیشتر از یه کم پنیر داره. خوشمزه. مرسی که ویدیو ما رو دیدین. خدایش تمش با ذرت مکزیکی عادی فرق میکنه به نظرم. من درست کنم خوشمزه میشه عزیزم. فرق میکنه. نه اینکه حالا تستش کنید ارزش داره. اگه درست کردین عکسشو برام تو اینستا بفرستید. فعلا خداحافظ.